بینندگان عزیز، سلام. خدا کنه که شما خوب و صحتمند باشین. قرار است در این ویدیو در مورد خفگی گلو صحبت بکنیم. دیگه خفگی گلو چی هست، چگونه به وجود میاد و چگونه ما میتونیم او را برطرف بکنیم نزد اطفال. در کل خفگی گلو یا چوکینگ زمان به وجود میاد که مجرای تنفسی نزد اطفال به شکل نیمه یا به شکل مکمل بند شود و اطفال نتونن به شکل درست تنفس بکنن، اکسیژن به شکل درست گرفتن نتونن. این زمان ما میگوییم که اطفال مبتلا به چوکینگ هست یا مبتلا به خفگی گلو هست و نمیتونن به شکل درست تنفس بکنن و نمیتونن به شکل درست کاربن دی اکساید خارج بسازن. در مورد از این صحبت میکنیم که چه عوامل میشه نزد اطفال خفگی گلو ایجاد شود. در کل از اطفال شیرخوار شروع میکنیم. اطفال شیرخوار در صورتی که زاویه مناسب شیر دادن مد نظر گرفته نشه و یا ای که نزد اطفال شیرخوار به شکل درست شیردهی صورت نگیره، این باعث میشه که نزد آنها خفگی گلو ایجاد شود. و یا هم اطفال نوزاد معمولا ریفلکس ها یا برگشت محتویات معده به میری می داشته باشند. معمولا اطفال نوزاد این محتویاتشان دوباره برمیگرده و معمولا عام هم هست متاسفانه نزد اطفال و باعث از این میشه که خفگی گلو نزد از اینا ایجاد شود و به شکل درست اکسیژن نگیرن. و همچنان اطفال بزرگتر از 6 ماه. اطفال بزرگتر از 6 ماه هم متاسفانه که مبتلا به خفگی گلو میشن به خاطر از اینکه اینا با غذاهای متممه آغاز میکنن، یعنی غذاهای کمکی را آغاز میکنن و این غذاهای کمکی در صورتی که سخت باشه و طفل نتونه به شکل درست او را خورد بکنه و شکل درست او را از گلوی خود بگذرانه و یا همین غذاها بزرگتر باشه و قطعات بزرگتر باشه و طفل نتونه به شکل درست او را از گلوی خود بگذرانه، این باعث میشه که خفگی گلو نزد از اینا ایجاد شود و این خفگی گلو باعث میشه که تنفس درست نزد از اینا ایجاد نشه و ممکن در بعض اوقات اگر دوره به شکل درست تداوی نشه یا به شکل درست برطرف نشه ممکن نزد از اینا باعث شود که سبب مرگشان شود متاسفانه. معمولا اطفالی که بزرگتر از 1 سال هستند این اطفال کوچکاب می باشن به خاطر از اینکه میخواین هر چیز کشف کنن. اینا غذاشون هم میخواین خودشان بر دهن خود بکنن، معمولا میخواین خودشان غذا را استفاده بکنن یا هم ممکن بعض اوقات در صورت بی‌توجهی یه اطفال اشیا یا اشیایی که در خانه هست ممکن او را گرفته به دهن خود بگذارن یا هم غذا را به شکل نادرست استفاده بکنن یا محتویات و قطعات غذا بزرگ باشه باشه گرفتگی گلو نزد از اینا میشن و باعث میشه که به شکل درست تنفس نکنن. یا هم بعض اطفال بسیار کنجکاو می باشن، هر اشیایی را میخواین به دهن قرار بدن. به طور مثال سکه بسیار عام است متاسفانه. اکثر افرادی که مبتلا به گرفتگی گلو بالاتر از 1 سال الی 2 سال شده سکه را میگیرن به دهن خود قرار میتن، باعث میشه که به طرق تنفسی از اینا برای به شکل درست تنفس نکنن و شکل نیمه یا مکمل طرق تنفسی از اینا را بند بکنن. ما در این حالت چگونه میتونیم این اطفال را نجات بدیم یا میتونیم خفگی گلو را نزد از این اطفال برطرف بکنیم؟ اگر یک طفل مبتلا به گرفتگی گلو شود، در نخست والدین یا افرادی که نزدیک به طفل هستند، یعنی فردی که نزدیک به طفل است، ممکن والدین طفل باشه، ممکن یکی از اقارب طفل باشه، خونسردی خود را باید حفظ بکنن. یعنی اگر خونسردی خود را حفظ نکنن این باعث میشه که به طفل ضرر برسن، این باعث میشه که بیشتر به طفل ضرر برسه. خونسردی خود در نخست حفظ میکنن، بعد از اینکه خونسردی خود حفظ کردن طفل را میگیرن بالای دست خود قرار میدن. قسمی که شما در تصویر میبینید قسم بالای دست خود قرار میدن که رویش به طرف پایین میباشه. شما در تصویر هم میره میبینید رویش به طرف پایین میباشه و بعد از او با قسمت کف دست فردی که طفل را گرفته بالای دست خود قرار داره با قسمت کف دست خود در بین دو شانه ازی ضربه میزنه. این ضربه به شکل محکم تر باید باشه و قدر محکم نیک متاسفانه به طفل ضرر برسونه و قدر مایسته نیک محتوی بیرون نشه، یعنی به شکل متوسط یا میتونه این ضربه را بزنه و معمولا این ضربه را میتونه 1 2 الی 5 بار تکرار بکنه تا محتوی از گلوی طفل بیرون برآید. در صورتی که متاسفانه این نوع موفقانه نبود، محتوی از گلو بیرون نشد، قسمی که شما میبینید در تصویر، ما طفل را یا فردی که طفل نزدش هست و میخواد گرفتگی گلو را نزد طفل برطرف بکنه، طفل را به طرف راست قرار میده، چیره طفل یا روی طفل به طرف فرد میباشه و بعد از او با انگشت های خود در قسمت پایین تر از قفسه سینه ضربه وارد میکنه. بازم تکرار میکنه این ضربه نباید به قسم باشه که برای طفل ضرر برسه و نباید اون قدر مایسته باشه که محتوی بیرون شه. به شکل متوسطی ضربه را شما میزنید یا اون فردی که
میخوای چاکینگ یا گرفتگی گلو طفل برطرف بکنه و محتوی باید بیرو شود. در صورتی که دو مانور موفقانه نبود، شما میتونید با بار سوم مانور اولی را تکرار بکنید و همچنان در این جریان که این مانور اجرا میشه به زودترین فرصت شما باید از طفل به یک از شفاخانه ها انتقال بدین. اگر مانور متاسفانه موفق نبود، طفل به یک از شفاخانه ها شما انتقال بدین تا دکتر صاحبا و کمک های اولیه خود را چگونه آغاز بکنن و باعث نجات طفل شوند. و اگر مانور موفق بود، اما گرفتگی یا خفگی گلوی نزد طفل برطرف شد، شما طفل را باز هم به نزدیکترین شفاخانه یا نزدیکترین کلینیک میبرین، به خاطر از این ممکن محتوی مقدار کمش در گلو باقی مانده باشه. خدا نکرده ای در آینده باعث اذیت طفل نشه، باشه ایجاد مشکل نزد طفل نشه. از این خاطر به خاطر مطمئن شدن به یک از نزدیکترین شفاخانه یا کلینیک ها طفل انتقال میتین تا بعد طفل رسیدگی صورت بگیره و بعد از اینکه مطمئن شدین دوباره طفل را میتونین به خانه بیارین. تشکر از شما که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید تمام شده باشه و به خاطر حمایت ما شما میتونید صفحه ما را سابسکرایب و لایک بکنید، ویدیو ما را و با دوستانتان شریک بسازید.